به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. افسانه کاریزما، رازهایی برای داشتن شخصیتی کاریزماتیک و تاثیرگذار. نویسنده اولیویا فاکس و مترجم رضا اردلان هستش و نشر شنیدار در تهران این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. با مطالعه این کتاب می‌آموزید چگونه با برخورداری از کاریزما در همه جنبه‌های زندگی خود به موفقیت برسید. کاریزما مفهومی جذاب و بحث برانگیز است که معمولاً ما را به یاد رهبران بزرگ سیاسی می‌اندازد. تا به حال به این فکر کرده اید که اگر جای انسان‌های کاریزماتیک بودید چه حسی داشتید؟ تصور کنید به محض اینکه وارد جمعی می‌شدید بلافاصله توجه همه به شما جلب می‌شد. همه دوست داشتند به صحبت‌های شما گوش بدهند و برای انجام هر کاری از نظرات شما استفاده کنند. افراد کاریزماتیک تأثیر زیادی بر دیگران می‌گذارند. بسیار دوست داشتنی و پرجذبه هستند و بدون آنکه خود را به زحمت بیاندازند به راحتی می‌توانند دیگران را متقاعد کنند. آنها در مقایسه با افراد عادی انسان‌های موفق تری هستند. دوستان زیادی دارند و از آرامش بیشتری برخوردارند. ریشه واژه کاریزما به واژه یونانی خاریسما یا خاریس برمیگردد که به معنی ظرافت یا جذابیتی است که رایگان اعطا شده است. نزدیکترین معادل این واژه در زبان فارسی فر ایزدی یا فرهمندی است. باور عموم بر این است که ما یا با کاریزما متولد می‌شویم و یا تا پایان عمر این کمبود را در درون خود احساس خواهیم کرد و هر وقت افراد کاریزماتیک را ببینیم حسرت می‌خوریم که چرا از این موهبت خدادادی برخوردار نیستیم. ممکن است فکر کنید به اندازه کافی کاریزماتیک نیستید یا اینکه به هیچ وجه شخصیت کاریزماتیکی ندارید و دوست دارید از این ویژگی جادویی اندکی بهره‌مند باشید. در هر صورت خبر خوبی برایتان داریم. نویسنده این کتاب در سخنرانی‌هایش کاریزما را به دیگران آموزش می‌دهد. جای تعجبی ندارد که داشتن کاریزما در دنیای تجارت نیز یک امتیاز به شمار می‌آید. یک فرد کاریزماتیک به راحتی دیگران را به خود علاقه‌مند می‌سازد. وجود کاریزما در آن فرد دیگران را مجاب می‌کند که به او اعتماد کرده و از دستورات او پیروی کنند. اگر یک مصاحبه کاری در پیش دارید و یا می‌خواهید در کار فعلی خود پیشرفت کنید، کاریزما به شما کمک می‌کند تا بهترین نتیجه ممکن را بگیرید. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که در یک محیط کاری همه افراد به عملکرد افراد کاریزماتیک نمره بالایی می‌دهند. محققان دریافتند که زیردستان مدیران کاریزماتیک به شدت به اهداف مدیران خود پایبند هستند. آنها اغلب فراتر از وظایف رسمی خود عمل کرده و حتی زندگی شخصی خود را فدای اهداف کاریشان می‌کنند. اما کاربرد کاریزما فقط به کسب و کار و تجارت ختم نمی‌شود، بلکه می‌تواند در مشاغل دیگر و در آموزش نیز سودمند باشد. برای مثال، کاریزما می‌تواند به دانش آموزان کمک کند تا در مصاحبه‌های دانشگاه بهتر عمل کنند و یا در مدرسه بیشترین تأثیر را روی معلمان خود داشته باشند. همچنین می‌توانند با اعتماد به نفس بیشتری در جامعه حضور پیدا کرده و محبوبیت بیشتری در بین همسالان خود کسب کنند. همچنین دانشجویان کاریزماتیک نیز خیلی راحت‌تر می‌توانند تحقیقات خود را منتشر کنند یا کمک هزینه تحصیلی بگیرند. یک استاد دانشگاه کاریزماتیک را نیز همه دانشجویان دوست دارند و بعد از پایان کلاس یا در محیط دانشگاه دور این استادها جمع می‌شوند.
به همین ترتیب پزشکان کاریزماتیک در بین مردم محبوب ترند. بیماران از دستورات پزشکی آنها بیشتر پیروی می‌کنند و در صورت بروز مشکل احتمال کمتری دارد که از آنها شکایت کنند. کاریزما در خارج از محیط‌های شغلی و آموزشی نیز بسیار سودمند است. مثلا مادران خانه‌دار باید بتوانند افراد مختلفی مثل فرزندان خود یا معلمان مدرسه را راضی نگه دارند. بنابراین کاریزما فقط مختص رهبران یا تاجران نیست، بلکه همه افراد به کاریزما احتیاج دارند. از زنهای خانه‌دار گرفته تا دانش آموزان و پزشکان، کاریزما می‌تواند به همه کمک کند تا زندگی شادتر، سالمتر و موفقتری را برای خود رقم بزنند. خبر خوب این است که هر کسی می‌تواند شخصیت کاریزماتیک داشته باشد. آیا می‌خواهید بدانید که کاریزما چگونه عمل می‌کند؟ در این خلاصه کتاب به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود. 1. چگونه در کمتر از 5 دقیقه دیگران را مجذوب خود کنید؟ چرا؟ 2. چرا نوع رفتار ما در نخستین دیدار بسیار مهم است؟ 3. چگونه بر نگرانی‌های ذهنی خود غلبه کنید؟ کاریزما ذاتی نیست. دیگر وقت آن رسیده است که به افسانه ذاتی بودن کاریزما پایان دهیم. در گذشته کاریزما را یک ویژگی ماورایی می‌دانستند که از جانب خدا به افراد داده می‌شود، در حالی که امروز بسیاری از جامعه شناسان که پیشگام آنها مکس وبر آلمانی بود نظر متفاوتی دارند. آنها بر این باورند که کاریزما در همه انسان‌ها به صورت بالقوه وجود دارد و اگر ویژگی‌های افراد کاریزماتیک را بهتر بشناسیم می‌توانیم کاریزما را به دیگران آموزش دهیم. بنابراین هر چقدر هم برخی افراد به طور طبیعی پرجذبه به نظر برسند، کاریزما را نمی‌توان یک ویژگی مادرزادی دانست. افراد کاریزماتیک نمی‌توانند از بدو تولد تا زمان حال جذاب بوده باشند. اگر آنها به طور ذاتی از این ویژگی برخوردار بودند، پس باید در همه حال ما را مسحور خود می‌کردند. در واقع هیچ کس نمی‌تواند همیشه کاریزماتیک باقی بماند. ممکن است یک روز فردی در نظر ما کاملا جذاب باشد، اما روز بعد اینطور نباشد. این قضیه به این دلیل است که کاریزما یک حاله جادویی نیست که فرد از زمان تولد با خود داشته باشد، بلکه نتیجه رفتارهای مشخصی است که از آن فرد دیده می شود. در سالهای اخیر تحقیقات زیادی نشان داده شده است که کاریزما نتیجه برخی رفتارهای غیر زبانی خاص است و به زبان بدن مربوط می شود. ما می توانیم در هر لحظه‌ای که بخواهیم کاریزماتیک باشیم، زیرا حرکات بدن ماست که کاریزما را نشان می دهد. با این حال نمی توانیم همیشه به یک اندازه جاذبه داشته باشیم و سطح کاریزمای ما همیشه در نوسان است. و همین دلیل است که مردم یک فرد خاص را گاهی اوقات کاریزماتیک می دانند و گاهی چنین اعتقادی ندارند. آیا هیچ وقت احساس کرده اید که اعتماد به نفس کامل داشته و بر اوضاع کاملا مسلط هستید؟ منظورمان مواقعی است که دیگران از عملکرد شما شگفت زده می‌شوند و به شدت شما را تحسین می‌کنند. این همان کاریزمای درونتان است. حتی اگر فقط یک لحظه طول بکشد، شما خود را کاریزماتیک نمی‌دانید. چون فکر می‌کنید شخصیت‌های کاریزماتیک مشهور در هر لحظه و هر جا می‌توانستند کاریزمای خود را حفظ کنند، اما این گونه نیست. به عنوان مثال مرلین مونرو را در نظر بگیرید. نام اصلی او نورما جین مورتنسون بود که در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی با نام هنری مرلین مونرو به عنوان بازیگر، خواننده و مدل در امریکا فعالیت می‌کرد. یک روز نورما جین بدون آنکه توجه مردم را جلب کند سوار مترو شد. او به محض اینکه از مترو خارج شد
و پا به خیابان‌های نیویورک گذاشت خود را به مارلین مونرو تبدیل کرد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ تنها با تغییر زبان بدن. او حالت مو و بدن خود را تغییر داد و ژست خاصی گرفت که یادآور یکی از نقش‌های معروف او در سینما بود. با این حرکت همه نگاه‌ها بلافاصله به سمت او جلب شد و او توانست به اختیار خود بین دو شخصیت عادی و هنریش جابجا شود. کاریزما در نظر ما همچون یک افسانه است، چون ما فقط به تأثیری که یک فرد کاریزماتیک بر دیگران می‌گذارد توجه می‌کنیم. چیزی که ما نمی‌بینیم انرژی و زمانی است که چنین اشخاصی برای یادگیری رفتار کاریزماتیک صرف کردند. بسیاری از شخصیت‌های کاریزماتیکی که می‌شناسیم، از رهبران مذهبی گرفته تا سیاستمداران و مدیران بزرگ امروزی، تلاش زیادی کردند تا چنین رفتاری را یاد بگیرند و در نهایت توانستند در انجام آن متبحر شوند. یکی از افراد استیو جابز، مدیرعامل شرکت اپل بود. او در سخنرانی‌های آغاز دوران کاریش بسیار ناشیانه عمل می‌کرد. با گذر زمان استیو جابز به تدریج کاریزمای خود را افزایش داد و سرانجام تبدیل به فردی شد که همگان تحسینش می‌کردند. مردی که با تک تک کلماتش شنوندگان را مجذوب خود می‌کرد. تمرین 1. برای داشتن یک ارتباط گرم و جذاب با کسی از رو در رو نشستن با او اجتناب کنید. از این پس حواستان باشد برای معاشرت با افراد کنار آنها یا با رعایت یک زاویه 90 درجه بنشینید، چرا که در این موقعیت افراد بیشترین احساس راحتی را دارند. 2. قبل از یک جلسه مهم یا پیش از دیدار با فردی که قدری ترسناک به نظر می آید، موارد زیر را رعایت کنید. مطمئن شوید که راحت هستید و می توانید به راحتی نفس بکشید. هر قسمتی از لباستان را که لازم است شل کنید. بلند شوید و بدنتان را کمی تکان دهید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه ها باز کنید و دستهایتان را به سمت بالا بکشید. سپس به سمت پهلوهایتان باز کنید. در سینه تان بدمید و تلاش کنید تمام فضا را اشغال کنید. شانه هایتان را به سمت بالا و سپس عقب متمایل کنید. تصور کنید ژنرالی هستید که می‌خواهد از نیروهایش سام ببیند. 3. حین سخنرانی یا گفتگو با کسی به طور مداوم این موارد را رعایت کنید. بدنتان را بررسی کنید و مطمئن شوید که هیچ حالت بدنی تنش‌زایی به حال درونتان آسیب وارد نکند. با کشیدن نفس عمیق بدنتان را آرام کنید. به چیزهای کوچک و خوب فکر کنید. چیزهایی مثل توانایی نفس کشیدن و صحبت کردن. در حین صحبت اگر می توانید تصور کنید فردی را که دوستش دارید 20 ثانیه در آغوش گرفته و می فشارید. از آنجایی که مغز توانایی تمیز میان واقعیت و خیال را ندارد، اکنون شما صاحب زبان بدن اثرگذار، گرم و متقاعد کننده ای شده اید. تعداد بیشماری از چهره‌های سرشناس کاریزماتیک سخت تلاش کردند تا کاریزمایشان را افزایش دهند و آن را گام به گام بهبود بخشند. اما چون ما آنها را در بالاترین سطح کاریزمایشان می‌بینیم، برایمان دشوار است که بپذیریم چنین ستارگانی همیشه اینطور اثرگذار نبوده‌اند. چه می‌شود اگر کاریزما آموزش دادنی باشد؟ اسطوره کاریزما این ایده است که کاریزما یک کیفیت اساسی و ذاتی است. شما یا آن را دارید مثل بیل کلینتون، استیو جابز، اپرا، یا اینکه ندارید. همانطور که اولویا فاکس کابان آشکار می‌کند، این درست نیست. رفتارهای کاریزماتیک توسط هر کس می‌تواند آموخته شود و کمال یابد. با استفاده از تکنیک‌هایی که در ابتدا برای هاروارد و MIT توسعه داده بود، در این کتاب کاریزما را به اعضای آن می‌شکند.
کاریزماتیک تر شدن به معنای تغییر شخصیت اساسی شما نیست. این در مورد اتخاذ یک سری روش‌های خاص است که متناسب با شخصیتی است که دارید. افسانه کاریزما به شما نشان می‌دهد چگونه می‌توانید تاثیرگذارتر، متقاعد کننده‌تر و الهام بخش باشید. برای اولین بار علم و فناوری کاریزما را تجزیه کردند، آن را فهمیده و آن را به علمی کاربردی تبدیل کردند. در آزمایش‌های آزمایشگاهی کنترل شده، محققان می‌توانند سطح کاریزمای افراد را بالا برده یا پایین آورند، انگار که در حال شماره‌گیری باشند. آنچه در اینجا می‌یابید جادویی عملی است. دانش منحصر به فرد برگرفته از انواع علوم نشان می‌دهد که کاریزما واقعاً چیست و چگونه کار می‌کند. شما هم بینش و هم تکنیک‌های لازم برای استفاده از این دانش را به دست خواهید آورد. دنیا به آزمایشگاه شما تبدیل می‌شود و هر شخصی که با آن ملاقات می‌کنید فرصتی برای آزمایش است. افسانه کاریزما ترکیبی از داستان‌های سرگرم کننده، علم، صدا و ابزارهای عملی است. کاوان یک رویکرد علمی سخت درباره این افسانه به کار می‌بندد تا نشان دهد که واقعاً کاریزما چیست، چگونه آموخته می‌شود و عوارض جانبی آن چیست و چگونه می‌توان آنها را کنترل کرد. کاریزما همواره مقوله‌ای جذاب و جنجالی بوده که عکاسان و خبرنگاران زیادی را به سمت چهره‌های مشهور کشانده است. اما تا به حال از خود پرسیده اید که استیو جابز یا مرلین مونرو از بدو تولدشان افرادی کاریزماتیک بودند یا به مرور کاریزماتیک بودن را آموختند؟ نویسنده با مثال‌هایی از زندگی این افراد در طول تاریخ ثابت می‌کند که آنها از ابتدا آدم‌هایی معمولی بودند که با یادگیری تکنیک‌های بخصوص در مرکز توجه قرار گرفتند. حال اگر به این باور رسیدید که کاریزماتیک بودن را میتوان آموخت، کافی است تمرین‌های کتاب افسانه کاریزما را جدی بگیرید و از انجام پیش پا افتاده‌ترین آنها هم نگذرید. اگر می‌خواهید بدانید کاریزماتیک بودن و هنر جذب دیگران چه فوایدی برای شما دارد، میتوان گفت که زمانی که فرد کاریزماتیک به مکانی وارد می‌شود، افراد به او جذب می‌شوند و دوست دارند هر کاری از دستشان ساخته است برای او انجام دهند. تجربه تاریخی بشر نشان می‌دهد که افراد کاریزماتیک خوشبخت‌ترند و دوستان بیشتر و حلقه‌های عاطفی گسترده‌تری اطراف خود دارند. این ویژگی همچنین زمینه‌های رهبری را فراهم می‌آورد، چرا که دیگران مایل به پیروی کردن از فرد کاریزماتیک هستند. حال به این فکر کنید که کاریزما در عرصه کسب و کار از چه میزان اهمیتی برخوردار خواهد بود. اگر در یک سازمان کارمند هستید، دیگران شما را فردی با عملکرد بسیار بالا می‌بینند و اگر مدیر باشید، کاریزما به شما در جذب نیروهای بهتر و با استعدادتر کمک می‌کند. به عقیده کتاب افسانه کاریزما، این ویژگی بیش از اینکه حاصل رفتارهای کلامی باشد، نتیجه رفتارهای غیر کلامی خاص است. برای کسب این نوع رفتارها باید آنقدر آزمون و خطا کنید و نتایج هر رفتار را بسنجید تا به مرور متوجه شوید کدام رفتارهای خاص به کاریزماتیک بودن شما کمک می‌کند. پس از آن این رفتارها نهادینه و غیر ارادی می‌شوند و نیازی نیست برای آن تلاش کنید. توجه داشته باشید که برای این تغییرها نیازی نیست ذات خود را عوض کنید. تنها تغییرات رفتاری شما به نتیجه دلخواه خواهد رسید. این کتاب علم کاریزما را با یادگیری سازوکارهای رفتاری و شناختی تشکیل دهنده آن و تلاش برای استخراج عملی ترین ابزارها و راهکارهای مهندسی معکوس کرده است. راهکارهای کتاب افسانه کاریزما مجموعه‌ای از مؤثرترین روش‌های حوزه‌های گوناگون علوم فناوری، شناختی، اعصاب و مراقبه را
به مخاطب آموزش می‌دهد. ساعت 8 صبح روز یکشنبه است. در آزادراه برای رسیدن به جلسه مهم رانندگی می‌کنید. ارائه 35 دقیقه‌ای دارید که مسیر شغلیتان را عوض می‌کند. آرام هستید و حضور ذهن دارید. ناگهان خودروی سیاه بزرگی جلویتان ثبت می‌شود و راهش را به لاین شما منحرف می‌کند. قلبتان به شدت می‌تپد و دستتان را به فرمان چسبانده‌اید. پدال ترمز را محکم فشار می‌دهید. این خودرو نه تنها بدون زدن راهنما جلویتان پیچید، بلکه پیوسته و نامنظم سرعتش را کم و زیاد می‌کند، طوری که نزدیک است از پشت به آن بزنید. بعد دوباره از لاین شما بیرون می‌رود و صدای ترمز خودروی سمت راستتان را می‌شنوید. عجب راننده خطرناک و احمقی! از شدت عصبانیت خونتان به جوش آمده است. در این ماجرا چه بر سر بدنتان آمد؟ واکنش جنگ یا گریز به افزایش تپش قلب، سفت شدن ماهیچه‌ها و به جریان افتادن هورمون‌ها در کل بدنتان انجام دهید. حالا مضطرب و عصبانی هستید. می‌دانید که پیش از آغاز سخنرانیتان باید به وضعیت ذهنی و بدنی کاریزماتیک برگردید. ولی فقط چند دقیقه زمان دارید و آن راننده احمق از ذهنتان بیرون نمی‌رود. پس از برانگیخته شدن واکنش جنگ یا گریز، آرام شدن کار سختی است. به همین دلیل برخوردها و رفتارهای ناخوشایند افراد در ترافیک صبح ساعتها و گاهی کل روز در ذهن باقی می‌ماند. اگر هدفتان فقط سرکوب عصبانیت باشد، باید بهای سنگینی بپردازید. وقتی افراد وارد حالت احساسی منفی می‌شوند و از آنها می‌خواهند احساسات منفیشان را سرکوب کنند، اغلب تجربه درونی منفیشان دست نخورده می‌ماند و استرس افزایش یافته‌شان در مغز و دستگاه قلبی عروقی جا خوش می‌کند. خب دیگه بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. امیدوارم تا همین جایی که تونستم براتون بخونم خوشتون اومده باشه. حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.